صبر کنم ثواب حضرت ایوب میگیرم. من یکم سبب همینه که اگر خداوند مرا ثواب حضرت ایوب بده این رنج دنیاش قرنجی نیست. دویم برادر از ببینید دویم سببی که من این طلاق نمیکنم این است که این زنه بسیار زنه که گنده است. باز من این طلاق میکنم یا مسلمان دیگه میگیرش همین حالی که من دارم در سر همون گردان میشود. چی در کار؟ این آواز ما برادرها اگه ایرو انصاف این اگه دینداری امروزه کچین کرد باز ما شما تری زن داشته باشیم این میگیم مایلش کسی میگیره نمیگیرش هزار نوبتش جواب شده. اما میگم من جواب نمیتونم که یگان برادری من میگیره همین عذاب و اذیت از سر هم میروه. این فکر بین نفر میگه در یک خانه مهمان شید این همین آقای ذهبی میارن میگه در یک خانه مهمان شید دسترخوان پرت افتاد به سر نان رفت تا نان آوردن میگه بالای همین دسترخوان دو سه تموش میدوه اون طرف میدوه این طرف. وقتی صاحب خانه آمد گفت خانه موش داره برادر عزیز آخه همین ها را دور کردنش که مشکل نیست همین هم پیشی کبیار همین هم پیشی کبیار سر بده گفت همه ایگو میشوه گفت خدا خیرتیه آخه من این قدر در عقل میگیرم نه که همین را پیشی کبیارم یا خانه همسایه میرون پیش خدا چی جواب میگفت همین ها میگریزن خانه همسایه میرون همسایه را دقت میتن بگذار همین خانه مده باشن. برادره بسیار اونها خیلی و خیلی رحمی اونها انصافی اونها بسیار بلند بود. برای همین از پیامبر میگم من لم یرحم الناس لا یرحمه الله. کسی با مردم رحم نمیکنه خدا با او رحم نمیکنه. زین لحاظ برادر عزیز همیشه اندیشه‌مون نکنیم مثل که حضرت حاتم در نسبت بنده‌های خدا چه اندیشه خوب کرد. حضرت مولانا هم رومی هم عجیب سخنی دارد میگه گر گل است اندیشه تو گلشنی گر گل است اندیشه تو گلشنی ور بود خاره تو همه گلخنی چون گلابی بر سر جیبت زنن چون که تو بولی برونت افکنن. حضرت حبیب میگه اگر اندیشه خوب داشته باشی تو حتما جا جنت های لیکن اگر اندیشت مثل خار باشد بد باشد تو همه گلخنی تو از نماینده های جهنمی. بعد میگه گر گلابی بر سر جیبت زنن اگر تو عطر باشی اما آدمی که اندیشه خوب داره میگه همون با مثال عطر ببین در پیشی بر عطر همه وقت در این بالا میزنن در این کسا که در بحر بلندی میمونیش عطر دایم استفاده میبری یکی میگه ور تو چون بولی برونت افکنن یکی آدمی بد اندیش میگه رنگی پیشابه خیلی پیشابه در یک جای میبری میپرد جای تازه نمیکنه یا جای چرکین ده همونجا میپرتویش میگه آدمی بد اندیش همینه. زین لحاظ برادر عزیز خود همین مولانا عجیب گپا داره میگه بالا نپرم نه لیلکم کس را نگزم که نه سگم من بالای بدن نمیپرم آخه مقصد من این تکبری و هوا بلندی نمیکنم آخه من لیلکم لیلک یا بلند میپرم هیچ کسی را آزار نمیتونم و من سگ نیستم کو. بسیار برادرها در بین یکدیگرتون یکدیگر احترام کنید به قدر یکدیگرتون برسید. یک چیزی که بسیار را دقت میکنم محلگرایی بسیار چیزی شومه برادرای عزیز به خدا چیزی شومه ایرا الله مهربان شوم میگه پیغمبر نازنین شوم میگه. بین در پهلوی پیغمبر حضرت سهیل بود نمی سهیل برادرای عزیز وقتی که حضرت حمزه مرد حضرت امیر حمزه عمک پیغمبر مرد تصور که امام جنگ مرد وقتی کشتنش در پهلوش حضرت سهیل بود. سهیل ای روم بود امیر حمزه ای قریشی خودش بود. صفیه خواهر امیر حمزه بود. دو کفن طلا گرفت آمد برای برادرش کفن کردن. راستی عمود آمد که پیامبر در پیش امیر حمزه گریه دارد. گفت چی آوردی؟ گفت کفن آوردم برای برادرم. گفت که امیر حمزه خواهر دارد که برای آب چشم میکنه مثل من نفر دارد که برای او دعا میکنه
برادرمان سهیل بسایی باید. سهیل هم در پهلوش کشته شدگی بود. این سهیل هم برادر ما گفت اگر چنده که قبیله ما نیست، اگر چه قوم ما نیست، گفت گرفت کفن میگه دو پاره کرد. نگاه کنید، یک پارهش بالای امیر حمزه را، یک پارهش رنگ امیر حمزه. سهیل هم همچنان کرد، پایانی پا در نمیرسید، پایانش میگه به خار محکم کرد. برادر عزیز، آخر فکر میکنم اگر ما وقتی دعوای دینداری کنیم فکر میکنم کار پیامبر را دنبالش باید بگیریم. اگر ما همین دنبال کار حضرت ها را بگیریم هیچ وقت کارهای ما سیاه تاریک نمیشه. یکی چیکار کنیم برادرها که خود کرده را دوا نیست. دیگر چیزی را که حضرت گفت آخران گفت که مردم هم میبینم که در طلب هر چیزن. بسیار این شب اولی بود نکرده که این شب طلب میکنن، این شب بود نکرده که این شب طلب میکنن. ولی که یک چیز بخبرن، اینها در طلب چیزن، اما ملک الموت در طلب اینها هم. زیندیهاز گفت من همیشگی آمادگی من برای آخرت دیدم. حضرت استاد چون گفتن آفرین، گفتن خاتم آفرین با اون چیزایی که تو انتخاب کردی. ولی یک قصه میگن عزرائیل دوبار در حالت خنده دیدگی هم. وقتی میگه پرسیدنش که پیامبر میگه وقتی پرسیدمش که همین عزرائیل یگان بار، جبرائیل میگه پرسیدم همین عزرائیل یگان بار خندیدگی است. وقتی شب معراج میگه گذشتم یگانه ملائکه را که دیدم بی نهایت بسیار پرخشم بود، حتی در نگاهش آدم میترسید. پرسیدم این کیه؟ گفت این ملک الموت است. در همون شب معراج حضرت دید دستش میگه گفت همین یگان بار خنده میکنم. گفتن در حیات دو بار خنده یافته است. یکم بارش برادر عزیز میگه وقتی که خداوند فرستاد دستش که جان فلانی را برا بگیر، میگه آمده است در نزد کوهندوز یافته است، در پیش یک سپاژنیک. همون آدمی را که باید جانش را بگیره در پیش یک سپاژنیک. میگه ملک الموت همونجا تبسم کرد، او جانگیری آمده یا این میگه این پتینکش همون سپاژنیک داده. گفته برادر همین که سخت میدوزیش که من یک سال همین را پوشیده بتونم. میگه از روی خندیده است که من جانی گیرم میگیرم، این تردید یک ساله را دیدیسته. لیکن برادر عزیز این پندهای بودن اگه من سراسیمه هر کدام اینها اگر نماز جمعه میشید یک جمعه درس بود. ولی انشاءالله از خدا امید است که برای ما و شما بسیار پندهای خوب دادن. الله را راضی بدانیم. دوستی ما عملی صالح ماند. فهمیدین؟ دشمن ما شیطان است، دنیا است، نفس است برادر عزیز. و همچنان با یکدیگر مهربان باشیم، با یکدیگر پشتی با پیامبر المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضا. میگه رنگ آشیانه‌ای که 3 و 4 و 5 و 6 میشود هر کدامش در تکیه یکدیگر ایستادگی است. میگه مؤمن باید همین خیل باشد. پشت چون پول شد شیخ سعدی میگه بزند پیل را. کی را باورش میگه که پشت پیل میزند. شیخ سعدی میگه بسیاری شوند میزنندش. پشت چون پول شد بزند پیل را، با همه تندی و صلابت که اوست. این مرچگان را چو بود اتفاق، شیر ژیان را بدرانند پوست. پشه اگر همین یک جوه شود فیل میزنند، مرچه یک جوه شود شیر پاره میکنند. مقصدشون چی است؟ مقصدشون این همین دستگیری و دوستی و یک دیگر را مثال در پهلو یک دیگر ایستادن. غم یک برادر غم ما و شما بودن، خرسندی یک برادر خرسندی ما و شما بودن. الله مهربان همتون عمر دراز بده، ایمان کامل بده و الله مهربان سعادت دنیا و آخرت رو نصیب گردانه. و آنچه را که اول در یک مدت 1 ساعت شما شنیدین خدای مهربان توفیق عمل کردنش نصیب بگردونه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب یا ارحم الراحمین. خداوند همه شما را نگهبان شما. وحشی دو وفیرا
چی دور؟ مثلا همین بچه ها حتی ما در کجایی که رفتیم ما کلاس که همین نوبت به نوبت رفتیم میگن 10 روزه خداوند اگر ای عمرمون روزاش باقی مونده باشه میگرده میریم. ولی همین مسئله هایی که ما در تلفن میکنن دادارای عزیز مسئله همین زنداری هاتون اساس کنیم. زنداری را اهمیت بدیم، مسئولیت زنداری را بدانیم، بفهمیم. بسیاری برادرها به زنها اهمیت نمیتن، به زنها گپ نمیزنیم، زنها را حقارت میکنیم. یکم ترک اندیشه کنیم که مقصد ای زن دور بدن میدونیم چقدر مصیبتی کلانه کدش. در یک خانه میبری میگذاریش اوی تری اگر بگیری او بزیمه او نیست که او پدر و مادر اولاد را خدمت کرده بگرده، او برای تای یکی بازم همین که همون احترام میکنه، قدر میکنه، حرمت میکنه. شما هم برادرایز به قدر اونا رسید. همچنان پدر و مادراتون هم همین خیل بپرسید. در همین جمع معاملاتون قطعی همین مردم درست کنید. بسیار فتواها بسیار گپای در بینا یا کافرن یا را زده ماشون گرفته خورده فریب کردن درسته. که را کسی میگه دشمن قرآن. قرآن برای شما که تعلیمات نداده که اینها را مالاشون بزنیم بگیرین، زناشون هم اصلا تجاوز کنین، در تاکیدشون کار کنین، هر چی میتونین بدزدین. یارا بود شما البته پیش خداوند جواب میگین برادر عزیز. خداوند از سپاسگزاری کنین که در همین ملک برادران زندگیتون زندگی یاد خوبه، شرایطتون شرایط یاد خوبه. اینا شکرگزاری کنین برادر عزیز که خدا را مهربانی شه که شما را اینقدر به این شرایط امکانیت رسونده. برای این مسئله را شما داریم اهمیت دین. طرز لباس پوشیاتون اساس کنین، خوشروک بپوشین، تازه بپوشین. خب تا که همین یگان ایراد کمبودتون نگیرن که خیلی همین مردمی نیروز که دا که وقت داری باید چیر باشن کده. یک کاری کنین که همون ننگ ناموسی همون ملی تونه و دینی تونه همیشه محافظت کنین برادران. تماشاگران عزیز، ثبت های نوی حاجی میرزا رو میتوانید از این کانالی که در درون دوره است زیر کرده در آمده تماشا کنید. سراغ کانال در زیر ویدیو و در کامنتری اولی نیز گذاشته شده است.